یه گنج به سبک زمان زندیه تو قلب شیراز. اینجا تنها هتل بوتیک ایجادی ایرانه و با الهام گرفتن از 3 دوره معماری صفویه، زندیه و قاجاریه طراحی و اجرا شده. هنرهای اصیل ایرانی مثل آجرکاری، کاشیکاری و آینه‌کاری از ورودی هتل خودنمایی میکنن. اولین چیزی که توجهتو جلب میکنه این سقف جذابه که با جزئیات زیاد و لوستر بزرگ اجرا شده. سمت راست پذیرشه. گوشه به گوشه این هتل پر از جزئیات و ظریف‌کاری‌های قشنگ. یه سقف پرکار دیگه هم اینجا داریم. به آینه‌کاری‌ها و نقاشی و کاشیکاریایی که تماما کار دسته نگاه کنید. حتی پیشخوان هم آجر کار شده و جلوه ویژه‌ای به فضا داده. سمت چپ لابی هم به 3 کاربری مختلف اختصاص داده شده. اما اصل داستان زمانی اتفاق میفته که شما وارد حیات مرکزی میشید. معمار برای اینکه حریم هوایی ارگ کریم خان حفظ بشه و خط آسمانش رو نشکونه، این بار طبقه ها رو به عمق زمین کشیده و بنا از طبقات منفی شروع میشه. چهارگوشه حوض نماد شیر رو میبینیم که واژه شیر آب از همین نماد گرفته شده. نمای جنوبی با الهام از معمار صفویه طراحی شده که گنبد شعرا به نشانه عروج در قلب این نما قرار گرفته و کلاه فرنگی بالای نما که خیلی جلوه قشنگی داره. نمای شمالی هم با توجه به معماری زندیه ساخته شده که بسیار با دقت و با ظرافت اجرا شده. فاز نهایی پروژه هم با افتتاح این استخر و حمام تکمیل میشه که بازم پر از جزئیات ایرانی و اصیله. جزئیات این بنا تمومی نداره، از این نرده‌های تمام چوب تا آجرکاری‌های راه پله و کاشیکاری‌های راهرو. این هتل 44 تا اتاق داره که طراحی هر کدوم منحصر به فرده. طبقه سوم به سبک زندیه، طبقه دوم صفویه و طبقه اول به سبک قاجاریه اجرا شده. حتی داخل اتاق‌ها هم پر از جزئیات و نقاشی کار دسته که نظر هر کسی رو به خودش جلب میکنه. در کل تجربه اقامت توی این اتاق‌ها خیلی متفاوت و جالب میتونه باشه. مثل همیشه خاص‌ترین بناهای شیراز و ایران رو تو پیج من میتونی ببینی. پشت بومش هم داره راه اندازی میشه و میتونید از خدمات روی بوم با منظره ارگ کریم خان لذت ببرید. راستی قبل از اینکه اینجا تشریف بیارید از طریق پیجشون رزرو کنید تا از خدمات عمومیش مثل کافه و رستوران و روف گاردن جذابش بتونید استفاده کنید و کلی هم عکس خوب بگیرید.